سلام خدمت دوستان و همراهان گرامی. زهرا مولوی هستم، وکیل پایه دادگستری و مدیر مؤسسه حقوقی نوید عبدالحکم. باز هم در خدمتتون هستیم که یک مبحث حقوقی دیگر رو بررسی کنیم و سوالات و نکاتی که در این خصوص وجود داره رو خدمتتون شرح بدیم. امروز در مورد سفته میخوایم صحبت بکنیم و اینکه آیا سفته سند تجاری هست یا ممکنه سند عادی محسوب بشه و چه شرایطی داره که سند تجاری باشه یا اینکه از شمول اسناد تجاری خارج بشه. و باور غلطی که در مورد سفته وجود داره و اینکه دارندگان سفته همه بر این باور هستن که سفته سند تجاری و نیاز به توضیح در خصوص منشأ صدور این سفته یا سبب صدور این سفته نیست رو از بین ببریم. ماده 223 قانون تجارت به صراحت در خصوص برات و سفته که البته در مواد بعدی قانونگذار مقررات مربوط به سفته رو همون مقررات مربوط به برات دونسته، بنابراین همین ماده سفته رو هم شامل میشه. به صراحت در ماده 223 گفته که تمامی مندرجات سفته و برات بایستی توسط صادر کننده سفته تکمیل بشه و اگر این مندرجات ناقص باشه، تکمیل نشه یا اینکه بعدا توسط دارنده سفته یا برات تکمیل بشه، از شمول اسناد تجاری خارج میشه و امتیاز سند تجاری رو از دست میده. بسیاری از موارد پیش اومده که اشخاصی که میخوان استخدام بشن در شرکت‌های خصوصی، در دفاتر اداری یا خیلی جاهای دیگه میخوان استخدام بشن، معمولاً جهت حسن انجام کار از اونها سفته اخذ میشه و این صادر کنندگان سفته زمانی که به مشکل میخورن، به اختلاف میخورن با کارفرما، خب طبیعتاً کارفرما هم در اغلب مواقع این سفته رو مطالبه میکنن. دوستان عزیز، زمانی که صادر کننده سفته جهت ضمانت حسن انجام کار سفته رو امضا میکنه، معمولا فقط مندرجات ذیل اون سفته رو تکمیل میکنه، مندرجات مربوط به متعهد، مشخصات متعهد پرداخت سفته و امضا رو انجام میده و تاریخ سفته، تاریخ سررسید سفته و مبلغ سفته معمولا نوشته نمیشه، معمولا البته بگم خدمتتون. در این مواقع زمانی که این سفته توسط کارفرما یا دارنده سفته هر شخص دیگه تکمیل بشه، خب صادر کننده سفته میتونه ایراد بگیره و این سفته رو از شمول اسناد تجاری خارج بکنه به استناد همین ماده 223 و ماده 226 قانون تجارت و میتونه ایراداتی رو که به اسناد عادی میتونه بگیره رو این ایرادات رو بگیره، دفاع کنه و وارد منشأ صدور سفته بشه و زمانی که این صدور سفته منشأ نداشته باشه، خب طبیعتاً این دعوا رد میشه و مورد پذیرش دادگاه هم قرار نمیگیره. شما رو به خدای بزرگ میسپارم، امیدوارم که این مطلب برای شما مفید باشه و تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار.